مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حالت قتل بیرحمانه همسر سابق از جانب شفر خبر داد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 27 ساله ساکن نویه وخش با اتهام صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. اسم این مرد نشر نشده است و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه میلیسیا گمان بر شونده 26 ایون سال 2024 تخمین ساعت 18:00 دقیقه سابق همسرش جوانزن 22 ساله ساکن شهر دوشنبه را همراه دختر خردسالش به نزدش دعوت می نماید. آنها از شهر دوشنبه به نزدش می آیند. شب 26 به 27 ایون سال 2024 تخمین ساعت 00:30 دقیقه بعد خواب رفتن سابق همسر و دخترچش، مرد نسبت به همسرش نفرت و بدبینی پیدا کرده با دستانش او را بوغی کرده است که همسرش از اوش رفته است. گمان بر شونده فکر کرده است که همسرش به هلاکت رسیده است. سپس با مقصد پنهان نمودن جسد او را به نزد کانال آبگذر برده در لب کانال گذاشته می بیند که او زنده است. نمبرده با مقصد از حیات محروم نمودن او با کورد در قسمت راست گردنش 5 مرتبه زده، در نتیجه جبر دیده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگر کشتار با بیرحمی مخصوص نشر نشده است. سبب دست به چنین عمل زدن ساکن وخش معلوم نیست. این هم روشن نیست که جوانزن چرا از دوشنبه راه دراز را طی کرده به پیش شوهر سابقش آمده است و شب آنجا مانده است. به احتمال غالب او شاید امید داشت که شوهرش در فکر از نو برقرار کردن حیات اویلویشان است، بخبر از آن که به استقبال مرگ خود از دست مرد دوست داشته سابقش از دوشنبه به وخش راسپور شده است. به ضد ساکن وخش بر اساس قسم دوم ماده 104 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون برای آدمکشی با بیرحمی مخصوص همچون جزا از 15 تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید میکند.